بله شدنی هستش، ولی 10 تا نکته هست شما باید رعایت بکنید تا بتونید که به این هدفتون برسید. که امروز قراره که به این 10 تا نکته بپردازیم. پس حتما اصلا تا آخر ویدیو همراه من باشید. سلام، چطوری بچه‌ها؟ خوب هستید؟ خوش اومدید یک ویدیو دیگه، یه ویدیو خیلی مهمی که از ویدیو مهمی که هستش که من گرفتم. قبل از اینکه بریم سمت ویدیو حتما مطمئن باشید چنل اگه ساب دارین سابسکرایب بکنید و زنگوله اگه تا حالا آن نزدین آن بکنید که هر وقت من ویدیو گذاشتم باخبر بشید. بریم سراغ اولین نکتم. موضوع چنل خودتو انتخاب بکن. همیشه من بهتون دارم میگم موضوع چنل خب یکی از المان‌های خیلی اصلی هست، یعنی یه ستون خیلی محکمی هستش که شما میسازید که یه دونه چنلتون رو به 1000 تا ساب، 10000 تا ساب، 100000 تا ساب بتونه برسونید. پس چی شد؟ شما باید یه موضوع انتخاب بکنید که حتما داخل این فضای خب کامیونیتی فارس‌زبان هم بهتر کنه از نظر اینکه خب خیلی مخاطب مثلا شما بتونید جذب خودتون بکنید و در کنارش شما باید تسلط داشته باشید به موضوعتون. مثلا نباید بیاین در مورد ماشین ویدیو بسازید وقتی شما هیچ علمی، هیچ دانشی از ماشین ندارید. نباید برین سمت مثلا بدنسازی و ویدیو در مورد باشگاه این چیزا بدین بیرون وقتی شما مثلا هیکل درست حسابی ندارید. میگیم شما هیکلتون مثلا بعضیتون زیاده یا لاغرید یا حالت عادی دارید. میگم چون که طرف ویووره متوجه داستان میشه که این کسی که داره مثلا ویدیو داره میسازه خودش تو این زمینه اصلا استعداد نداره. پس شما یه موضوع انتخاب بکنید هم روش استعداد داشته باشین، بتونین در بیارین کارو و همین که موضوع خیلی حالا تاپی باشه. اکثر موضوع تاپه ولی خب بسیار داره شما چجوری مثلا بتونید ویدیو رو بدید بیرون. نکته شماره دوم، به طور منظم آپلود کردن. چیزی که خیلی داخل خب یوتیوب خیلی مهمه، به طور منظم آپلود کردن هستش که شما بینش باشه اصلا چی وقفه نذارید. اگه شما برنامه‌تون اینه که هفته 2 تا ویدیو می‌خواید بدین بیرون، بعد واقعا هفته 2 تا ویدیو بدید بیرون یا 3 تا یا 4 تا، دقیقاً اون تعداد هفتگی بچه‌ها شما باید سیو بکنید، بعد همونطوری ویدیو بدید بیرون. چون یوتیوب مثل چیه؟ مثل کار کردن داخل شرکت‌های دیگه هستش. اون کسی که رئیس هستش خب اون کسی که منظم داره کار میکنه و کارش رو خیلی خوب داره انجام میده خب پاداش بهتری میده، حقوق بیشتری میده نسبت به کسی که کمتر بیاد سر کار. خب یوتیوب هم همینطور، یوتیوب میاد به کسی که داره تولید محتوا داره میکنه پاداش بیشتری میده که به کسی که منظم داره آپلود داره میکنه وقفه نمیاد، استاد نمیذاره بینش و کوالیتی کارش رو نگه میده و بیشتر و بیشترش میکنه. پس منظم آپلود کردن خیلی مهمه که من پیشنهاد میکنم واسه اینکه به 1000 تا ساب برسید حتما هفته بعد شما 2 تا حداقل ویدیو آپلود بکنید و تا 4 تا. ولی من پیشنهادم به اینه که 2 تا داشته باشین یا 3 تا که بتونید تعداد حفظ بکنید و کیفیت حفظ کنید. نکته شماره سوم، از فضای مجازی دیگه مخاطب بیان سمت خودتون. چیزی که من همیشه بچه‌ها دارم اشاره میکنم اینه که وقتی شما به داخل یوتیوب هیچ کامیونیتی نداشته باشه خب خیلی سخت میگذره بهتون وقتی که یه کامیونیتی داشته باشین و بیارینشون رو تو یوتیوب. اگه توی آپارات مثلا فعالیت میکردید یا استریم میکردید خب مخاطبتون بیارین یوتیوب. اگه نمیدونم اینستاگرام مثلا فعالیت میکردید مخاطبتون بیارین یوتیوب. یا اینکه اصلا فعالیت نمیکنین سعی بکنین همزمان فعالیت بکنین، یعنی هم داخل یوتیوب تولید محتوا بکنین و هم داخل اینستاگرام. اصلا آپارات رو پیشنهاد نمیکنم. زمانی من گفتم آپارات که شما اول آپارات بودین و میخواین تصمیم بگیرین به یوتیوب، ولی اینکه همزمان اون دو تا رو برید اصلا پیشنهاد نمیکنم. پس اگه شما یه کامیونیتی داشته باشی خیلی راحت میتونید بیاید بالا و سریعتر خب به ساب و ویو بالاتر دست پیدا میکنید. شماره 4، شما باید علم یوتیوب رو بلد باشید. علم یوتیوب بلد باشی یعنی چی؟ یعنی شما باید خوره یوتیوب باشی، یعنی باید شما صفر تا صد یوتیوب بلد باشین. قوانینش چجوریه، یه سری از اصطلاحات یوتیوب مثلا اینا به چه معنا هستش، الگوریتم یوتیوب چجوری کار میکنه، سئو یوتیوب چجوری کار میکنه، ذهنیت یه یوتیوبر چطور کار میکنه. یعنی چی؟ یعنی با اینکه شما مثلا سابتون مثلا در 100 تا یا 200 تا هستش ولی اون مغز فکری که شما دارید بعد اندازه چی باشه؟ اندازه یوتیوبری که مثلا در 500,000 تا ساب داره. پس اگه با این ذهنیت شما وارد یوتیوب بشید خب 100% سریعتر موفق میشین. حالا این چند تا نوع و راه حل داره. راه حل اول اینه که شما زیاد ویدیو ببینید، ویدیو یوتیوب ببینید، مخصوصا ویدیو آموزشی یوتیوب. راه حل دوم اینه که با تجربه کسب بکنید، ولی به همین جوری که بهتون گفتن کمتر از 30 روز خب زیاد اون تجربه توی 30 روز کسب پیدا نمیکنه. سوم اینه که بتونید از آموزشایی که خب بیرون هستش استفاده کنید. که اول نکته که من میخوام اشاره بکنم داخل این ویدیو اینه که من کلاس‌های یوتیوب رو اومدم درست کردم که این کلاس‌های یوتیوب درست کردم توش از ساخت چنل بهتون گفتن، از استارت چنل بهتون گفتن، و درآمدزایی و افزایش راه حل RPM و الگوریتم سئو و غیره. و این تجربیات 3 سالی که بوده رو توی یه کلاس بین 6 تا 7 ساعته ضبط کردم که قیمتی هم که واسش گذاشتن قیمتی بوده که اون محتوا خب داخل فضای یوتیوب نبوده، یعنی
نیست. شما مثلا اون محتوا برید مثلا سرچ بکنید تو یوتیوب پیدا نمی‌کنید. قیمت خیلی خب کمی هستش و من این کلاس خودمو فقط به کسایی